وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. و گفتند اموال و اولاد ما از همه بیشتر است و الله برای ما از رضاگی خود عطا نموده است، کسی ما را در دنیا و آخرت عذاب نکند. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بگو ای رسول برایشان پروردگاری من رزق هر کس را که بخواهد در دنیا فراوان میکند و بر هر کی بخواهد تنگ میگیرد و این از برای امتحان است، نه برای دوستی و نه بدبینی، ولی بیشتری مردم نمیدانند. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اموال و اولادتان چیزی نیست که شما را به ما نزدیک سازد مگر آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند که پاداش آنها به سبب اعمالشان چند برابر است، یعنی پاداش آنها از 10 تا 700 و بیشتر از آن داده می شود که اندازه آن را بجز الله کسی نداند و امین در غرفه های بهشت هستند. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. کسانی که مبارزه کنند در این کار آیات ما تلاش می کنند و می پندارند که از ما گریزند، آنها در عذاب حاضر کرده می شوند. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکترین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. به نام الله بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه قرآن دستورالعمل انسان، امروز روز شنبه است، روز استراحتی در اکثر موضع های دنیا و هر یکی شما را خوش آمدید میگم. یک شامی است که شام برای جستجوی علم و همچنین باز گرفتن دانش و سنجیدن آن است. و برنامه امروزه رو نیز میخواستم آغاز کنم از سخنهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند. از ابو هریره الله از وی راضی باشد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آن کی به سوی هدایت دعوت کند برای او مزد کسانی که از وی پیروی میکنند داده می شود، یعنی بدون این که از مزدشان چیز کم شود، یعنی به این که از مزدشان چیز کم شود. از این خاطر ما و شما امروز همدیگر را دعوت به سوی هدایت میکنیم. از این خاطر هر کسی از شما میتواند چگونه و چقدر حتی ذره باشد هم در این کار برای برادران خودتان کمک کنید و چگونه تقسیم کنید نوا را تا که دیگران نیز آگاه شوند و دیگران نیز در برنامه ما امروز اشتراک کنند. و چنانی که شما میدانید امروز برنامه ما
درباره سوره حدید و چند وقت پیشتر ما ترجمه معنای آن را به تلگرام پیشکش شما کرده بودیم، یعنی پرتافته بودیم و شما واقعا آگاهی دارید و هر کسی که نمیدونید یا نمیدونستید مرحمت به شبکه تلگرامی ما داخل شوید، آبونه شوید و اونجا معلومات رو بیشتر یعنی پیشتر از همه میتوانید پیدا کنید. یعنی ما وقتی که سوره ها ترجمه سوره ها آماده می شود، اول اینکه به شبکه تلگرامی میپرتویم. دو شبکه تلگرامی داریم، قرآن تاجیک و همچنین زمانی دانستن. و بعد از اون که در شبکه تلگرامی MP3 آن را ما پیشنهاد شما میکنیم تا نوارش آماده شود، نوارش را در شبکه یوتیوبی به شما پیشنهاد میکنیم. و هم خوش آمدید میگویم. البته میبینم که چند نفر وارد و قسمتی برنامه ما شدن. من این حال انشالله لحظه چند برمیگردم. عمر حبیب آمدند و باز عمر نیز داخل شدند به برنامه ما. خوش آمدید میگویم. این لحظه من کوشش میکنم گیم پین را پیشنهاد شما کنم تا که همگان داخل شوند. مرحمت. رقم رو اما نمیخواستیم که پورا رقم را گوییم تا که بعضا می شود خود شما با خبر هستید، بعضا می شود که بازی را ویران میکنند. از این خاطر من این لحظه کوشش میکنم دوباره. خب دوباره اگر که درست میشد. خب خیلی خوب. بله خوش آمدید میگویم و این لحظه آنهایی که علاقه پیوست شدند 408 5403 داخل شوید. این خیلی کنیم 408 5403 و در چت نیست نوشته نکنید پورا تا که به ما خلال نرسونند. اگر که تماشابین یعنی اشتراکچی زیادتر شود، یعنی اگر از 30 نفر که زیاد شد حتما پیدا می شوند اونهایی که به ما ضرر می رسانند. از این خاطر خب می توانید این لحظه ها داخل به برنامه شوید تا که توانیم آغاز کنیم. مرحمت. همان هایی که سلام نوشتید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، خوش آمدید. الله نگهبانتان باشد. و یعنی حال من میبینم که 8 نفر وارد به داخل برنامه شدند و آنهایی که میپرسند چگونه داخل شویم، کهود نقطه ایت نوشته میکنید در گوگل یا اینکه در تلفنتون هم در پلی مارکت میتوانید کهود ایت به خودتان به قبل اسکچت کنید و بعد از آن رقم گیم پین را نوشته میکنید. گیم پین 408 5403 زیر چت نوشته شده است و داخل میشوید به برنامه. خیلی عادی و خیلی آسان است. خوش آمدید همان هایی که علاقه پیوست شدید. ماشاءالله 11 نفر داخل به برنامه ما شدید. 12 نفر 13 نفر. خیلی خوب. ما نقشه برنامه رو چند دیروز علاقه کشیده بودیم. دیروز نقشه کشی طراحی کردیم و دیروز چون که هفته گذشته از ما پرسیده بودن گفتن که بر وقت‌تر شما اگر میتوانستید برنامه رو ترغیب کنید تا که ما توانیم داخل شویم و به همین خاطر ما بر وقت‌تر برنامه رو ترغیب کردیم و در یوتیوب موندیم تا که شما با خبر باشید. الحمدلله من دیدم که خیلی نفران از شما داخل شدید و لایک گذاشتید. الحمدلله الله پاداش نیکتان عطا کند و مثل که نوکک حدیثی که ما گفته گذاشتیم از رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر کسی از شما در راه به دعوت به هدایت دستگیر همدیگر هستید، یعنی با همین کارهایتان.
و بیاید شروع میکنیم قسمت اول رو. هرچند آنهایی که دیرتر آمدند میتوانید دیرتر داخل شوید. ما 12 نفر هستیم و هر کسی که داخل شده نتوانستید زیر چت نوشته میکنید و من انشالله جوابهای شما رو از زیر چت نیز میخونم. انشالله چند جوابی درست رو. خب گیم پین 408 54 03 408 54 03 آنهایی که نوکک پیوست شدند. امیدوارم که صدا همش خوب است، چون امروز ما از یک برنامه دیگر استفاده داریم. خب اینجا اسیاس نوشته کردند که من داخل شده نمیتوانم. که خود نقطه ایت نوشته میکنید و گیم پین در چت نوشته کردند علاقه گیم پین، رقم گیم پین 408 5403 است. آن را نوشته میکنید. جایی که نیک نیم نوشته شده است به زبان انگلیسی، آنجا به خودتان تخلص انتخاب میکنید و داخل میشوید. چند زبان است. انا همین که خود نقطه ت با زبان ترکی هم هست، میتوانید از این استفاده کنید. و در واقع ناگفته نماند، از این پیشتر نیز ما تاکید کردیم امروز یک واقعا روز شنبه است. روز شنبه است و آن روزی که ما و شما در خانه هستیم، اکثریت در خانه هستیم و ما تصمیم گرفتیم، با مثال خود ما اگر گیریم، من نزدیکان خودم را گفتم که شما نیز میتوانید در بازی اشتراک کنید. هر کسی که غالب شد به غالب مکافات از جانب پدر داده می شود. از این خاطر شما نیز میتوانید نزدیکان خودتان را، فرزندان خودتان را، هر کسی را که شما دوست می‌دارید بینشان آزمون کنید. باکی ندارد، یعنی که در بازی اشتراک میکنند و هر کسی که برد کردن یکان مکافاتی از جانب شما برایشان تقدیم می شود و این هم دلگرمی می شود و همچنین باز برد می شود. انشاءالله مکافات آن نفری که مکافات برای دیگران وعده کرده است از این بیشتر از جانب الله سبحانه و تعالی می شود انشاءالله. ما امیدوار هستیم، چون نوکک حدیث را شما شنیدید چی گفته شده است. از این خاطر این یک دلگرمی و باز به شوق و ذوق در بازی اشتراک کردن است. البته که این بازی به مثل آن بازی هایی که امروز میکنند و مثلا یک لاتری میخرند و از بین 1000 نفر 2 نفر یا 3 نفر برد میکنند و البته که این چنانه که علما گفته گذاشتند درست نیست این گونه بازی ها. اما آنچنانی که ما امروز پیشنهاد کردیم انا همین جهت های تکنیکی که در هر شاید که نادرست استفاده میکنند آن را ما امروز طرز استفاده درستش را تصمیم گرفتیم. البته انشالله امیدوار هستیم که فایده بیارد. بیایید آغاز میکنیم قسمت اول. بسم الله. و همه آنهایی که دیرتر داخل میشوید شما میتوانید دیرتر به واسطه همین گیم پین 408 5403 داخل به برنامه شوید. قسم اول، سوال اول. معنای سوره الحدید چیست؟ معنای سوره الحدید چیست؟ پخته، طبق، زنبور عسل و یا آهن، کدامش درست است؟ سی ثانیه وقت داریم و در مدت 30 ثانیه میتونید جوابی درست و همون رنگی درست رو پخش کنید. خیلی خوب، خیلی خوب. 10 نفر جوابی درست گفتند آهن است. معنای سوره الحدید آهن است. و 3 نفر زنبور عسل رو انتخاب کردند و 2 نفر طبق رو انتخاب کردند. نمیدونم از چه خاطر باشد، اما زنبور عسل بله سوره هست با این نام، اما الحدید معنایش آهن است. و بیایید ببینیم کی ها به پیش برآمدند و کی در جای اول است.
علی در جای اول، عمر حبیب، ابراهیم، عبدالله و عمر، آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارد. من شما را تبریک میکنم. با سوال دو میگذاریم. به ما نگاه کنید تا از نورتان روشنی گیریم. سخنی کیست؟ به ما نگاه کنید تا از نورتان روشنی گیریم. اشخاص ایماندار، منافقان، مؤمنان و یا مشرکان. به ما نگاه کنید تا از نورتان روشنی گیریم. در سوره حدید آیت 13 آمده است. بهودا من نگفتم که این سوره را گوش کنید. دیروز در برنامه در زمانی دانستم من روان کرده بودم. خیلی خوب. و کمترین ها جوابی درست گفتند منافقان. از این برمی آید که همگی 3 نفر ترجمه معنا را گوش کردند. و خب بیایید در چت نیست تنها از جانب فاروق سنگوف جوابی درست آمد. منافقان. بله درست فاروق، جواب شما درست است. ماشاءالله. خب تفصیلات در سوالی آینده. از این خاطر من این لحظه شرح نمیدهم، اما برمیگردیم انشاءالله. بله، به ما نگاه کنید تا از نورتان روشنی گیریم. این را منافقان میگویند در روز قیامت. تفسیر نمی کنیم، اما کمترین ها جوابی درست گفتند و شاید که جای عوض کنی نیست شده باشد. بیایید میبینیم که ها به پیش برآمدند. عمر حبیب به جای اول برآمدند. علی، محمد، ابراهیم و عبدالله، آنهایی که در جایهای نمایان هستید. من شما را تبریک میکنم. سوال 3. به عقیب به دنیا بازگردید و از آنجا نور بطلبید. جواب منافقان از جانب کی بود؟ به عقیب به دنیا بازگردید و از آنجا نور بطلبید. کی گفت این گپ را؟ ملاها، یاران فرعون، فرشتگان و یا همراهانشان. همراه منافقان در نظر داشته شده است. به عقیب به دنیا بازگردید و از آنجا نور بطلبید. کی میگوید این؟ کی گفت این گفته ها را برای منافقان که از این پیش در سوال آمده بود؟ بله فرشتگان. بله فرشتگان. وقتی که باید میخونم، عیناً میخونم. من میخواستم شرح دهم، عیناً میخونم تا که خطا نکنیم. سوره الحدید آیت 13. روز مردان منافق و زنان منافق به کسانی که ایمان آوردند میگویند به ما نگاه کنید تا از نورتان روشنی گیریم. فرشتگان برایشان تمسخرانه گویند به عقیب به دنیا بازگردید و از آنجا نور بطلبید. آنگاه میان آنها دیواری زده می شود که بر آن دیوار دری باشد، درون آن که رو به مؤمنان است رحمت باشد و بیرون آن که رو به منافقان است عذاب است. بله، منافقان میپرسند به ما نگاه کنید تا از نورتان روشنی گیریم از عذاب تاریکی ها. اما فرشتگان برایشان میگویند به عقیب به دنیا بازگردید. اگر توانید به دنیا بازگردید. آیا میتوانید؟ البته که نمیتواند. و 9 نفر جواب درست گفتید فرشتگان و از این پیش جواب درست بود. بله منافقان بود که نور میطلبند از فرشتگان. کیا به پیش برآمد؟ بیاید میبینیم. من چت را نخوندم، ببخشید. در چت تیمم نیست جواب های درست آمده رسید و هر کسی که فرشتگان را انتخاب کردند، فاروق سنگف، بابای دانه، سلیم رحیموف، جواب هایتان درست است. احسان کریموف، تبریک میکنم شما را. و بیایید ببینیم کیا به پیش برآمدند. عمر حبیب جای اول، علی، محمد، عمر و فاطمه گولان هایی که در جایهای نمایان هستید. من شما را تبریک میکنم و میبینیم که علی پیهم به 3 سوال ما جواب های درست گفتید. شما را نیز تبریک میکنم. و خب به سوال دیگر میگذاریم.
هر آینه الله به مردان و زنانی دو چندان مزد می دهد. به خاکساران، به ثروتمندان، به صدقه دهنده، به بخیل، به کی؟ هر آینه الله به مردان و زنانی در وریانت های پایان نوشته شده است دو چندان مزد می دهد. در سوره الحدید آیه 18 آمده است. کی را در نظر دارد؟ الله سبحانه و تعالی. و جواب شما چت فروخ سنگوف جوابتان درست است. بابای دانا جوابتان درست است. علی شیر عظیم جوابتان بله درست است و نورعلی ابراهیموف جوابتان درست است و 10 نفر دیگر در داخلی برنامه ما نیست جوابهای درست گفتید. من شما را صمیمانه تبریک میکنم. خیلی خوب. 5 نفر خاکسار را انتخاب کردند و 1 نفر ثروتمند را انتخاب کردند، اما 10 نفر جوابهای درست را گفتید. بله جوابهای 10 نفر درست است. بیایید میخوانیم شرحش را. در شرحش چه آمده است؟ هر آینه الله به مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و آنهایی که به نیت خالص به الله قرض نیکو میدهند چندان برابر زیاد برایشان پاداش داده می شود و آنان پاداش گران قدر دارند و آن جنت است. تفسیر سعدی. و امیدواریم که الله از هر یکی ما و شما قبول گرداند و فراموش نکنید، چون درباره صدقه در آیات‌های زیاد قرآن کریم آمده است و ما و شما هر کسی که این لحظه ما را تماشا میکنند ایمان آورندگان هستند. غیر از ایمان آورندگان دیگران تماشا نمیکنند این برنامه را. این برنامه برای تنها مؤمنان است و غیر آنها تماشا نمی کنند و نمی توانند و قادر نیستند و برداشت کرده نمی توانند که تماشا کنند این برنامه را. و چونه که چند روز پیشتر در تلگرام و در سوال باران گفته بودیم آیا در نزد انسان جینی هست؟ و در جوابش این بود که بله در نزد هر یک انسان جینی هست، شیطانی هست. و این در حدیث آمده بود و پرسنده این از رسول الله صلی الله علیه و سلم میپرسد آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم تو هم داری اون جین را؟ در جواب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند بله اما وی مؤمن است و بغیر از کارهای نیک به دیگر کار دعوت نمی کند. مثل همون آنهایی که مؤمن نیستند نمی توانند برداشت کنند، نمی توانند داخل به این برنامه شوند، نمی توانند حتی تماشا کنند. و همین خاطر دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی قدر، این سوال را بیهوده نگرفتیم، چون الله سبحانه و تعالی به وعدهش در وعدهش می ایستد، وعده خلاف نمی کند مثل این انسان و مثل آدمان. در صدقه دادن اینقدر نیکی ها بود است. از این خاطر این یادرسی بود برای ما و شما. و بیایید اکنون ببینیم کیا به پیش برآمد. عمر حبیب علی کمالوف مبارک باشد با بالا برآمدند. بابا فاطمه گل و ابراهیم آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارید. من شما را تبریک میکنم. سوال 5. برای که الله سبحانه و تعالی در روز قیامت پاداش و نور عطا میکند؟ برای صدیقان، برای منافقان، برای بزدلان، تنها به مذهب حنفیان. برای که الله در روز قیامت پاداش و نور عطا میکند؟ وریانت ها را شما خواندید. صدیقان، منافقان، بزدلان، تنها به مذهب حنفیان. کدامش درست است؟ بله 17 نفر جواب درست گفتند. بله صدیقان. معنای صدیقان آنهایی که راست گویان هستند، راست کردار. صدیقان. و 17 نفر جواب درست گفتند. 1 نفر گفتند که تنها با مذهب حنفیان.
بهوده من همین وریانت رو هم نگرفتم. مشاهدینان عزیز، و من چند برنامه ها دارم و پیشتر هم ما پیشنهاد کرده بودیم و در ماه شریف رمضان شما نیز شاید آنهایی که گوش کردند. در واقع درباره ابو حنیفه ساعت ها صحبت کنیم تمام نمی شود. امام ابو حنیفه در فقه و چون که عالمان بسیار گفته میگذارند به نهایت توانا بودند، اما هر یک انسان میتواند به خطا روبرو شود. از این خاطر مثلا در بعض جاها آنهایی که کتاب را ترجمه میکنند به خطاها راه میدهند. گاهی میشود که ترجمان راه میدهد، گاهی میشود که آن مؤلف کتاب وقتی به دیگر زبان ترجمه میکند یگان چیزش را فراموش میکند و یگان دیگرگونی میشود. از این خاطر بدون تحقیق، به تحقیق کردن، کارانه پیرو بودن و مثال امام مالک و امام حنبل و امام شافعی و یا امام ابو حنیفه نباید باشیم. با تحقیق، چون بیهوده نگفتم چند روز پیشتر این گونه سوال ها بسیار می شود. بعضی ها می خواهند تفریقه کنند، یعنی فکرش این چی باشد، این چی می گفته باشد. فکری ما انسانی است و ما انسان هستیم و ما به خطا می توانیم راه دهیم. از این خاطر هر یکی شما خودتان باید که تحقیق کنید و در تحقیق باشید، جستجو کنید تا که جواب کدامش درست است. و بیایید کوتاه گفته میگذاریم. در آیت 19 در شرحش چنین آمده است: و کسانی که به الله و پیامبرانش ایمان آوردند و میان هیچ یکی از پیامبرانش فرق ننهادند آنها صدیقانند. یعنی صدیقان آن کسانی اند که ایمانشان به آنچه که پیامبران آوردند کامل شده است، هم در اعتقاد یعنی هم در باور کردن و هم در قول و هم در عمل کردن. و دوامش رو نمیخونیم، این قسمتی اولی ان همین آیت بود و بیایید اکنون میبینیم که آبا پیش برآمد. در جای اول چون پیشتر عمر حبیب هستند با بابا علی کمالوف، ابراهیم، فاطمه گل، آنهایی که در جایهای نمایان هستند. و خب و سوالی 6 میگذاریم. الله میفرماید بدانید که زندگی این جهانی تنها عبادت است، بازیچه است، خدمت به وطن است، جنگ و قتل است. در سوره الحدید آیت 20 الله تعالی میفرماید بدانید که زندگی این جهانی کدام از این وریانت ها درست است؟ تنها عبادت است، بازیچه است، خدمت به وطن است، جنگ و قتل است. کدامش درست است؟ از سوره الحدید آیت 20. جواب شما؟ خب علی شیر عظیم جوابتان درست. زرد گفتید. سلیم رحیم جوابتان درست است. فاروق سنگوف جوابتان درست است. ماشاءالله، خیلی خوب. من نمیدونستم که همگان یک و یک بار جواب درست گفته میتوانند در چت. خیلی خوب، خیلی خوب. و 7 نفر در داخل برنامه ما جوابی درست گفتند و 12 نفر آنهایی که نشنیدند ترجمه معنا را. و ما برای چی گفتیم که تنها از استفاده از همین سوره گفتیم و من یک بار دیگر تکرار کردم و گفتم که از سوره الحدید آیت 20 واقعا چنین است. و بیایید من این لحظه خوانده میگذارم، شما گوش کنید چی است معنایش. الله سبحانه و تعالی میفرماید بدانید که ای مردم در حقیقت زندگی این جهانی بازیچه و بیهودگی است که با آن بدنها بازی میکنند و دلها سرگرم میشوند و آرایش است که خود را به آن زینت میدهند و میان شما فخر کردن و افزونجویی در مالها و فرزندان به مانند باران است که رویدنی هایش کشاورزان را در تعجب آورد. چون این است معنایش و دوامش را نمیخونم چون بعضی سوال های ما مربوط است
بیایید به سوالهای دیگر میگذاریم و ترجمه معنا رو شما میتوانید از شبکه تلگرامی ما دسترس کنید و گوش کنید. 7 نفر جوابی درست گفتید و به سوال آخر میگذاریم. ابراهیم در جای اول، عمر حبیب جای دوم، فاطمه گل، امیر شاه میرزایف و عمر آنهایی که در جایهای نمایان هستید و 4 نفر اول به 3 سوال های ما جوابی درست گفتند. مبارک باشد. و الله هیچ خودستاینده را دوست ندارد. حاجی خودستاینده را، ورزشگری خودستاینده را، عالم خودستاینده را و یا متکبر خودستاینده را. الله هیچ وریانت های پایان خودستاینده را دوست ندارد. از سوره الحدید آیه 23. کدامش درست است؟ خیلی خوب و جواب های درست. خب از فاروق سندگوف آمد، احسان کریموف آمد، عتبه اسلام. جوابتان درست است ماشاءالله. خیلی خوب. بله 11 نفر در داخل برنامه ما نیز جواب های درست گفتید. بله متکبر خودستاینده را دوست ندارد و این در آیه 23 یعنی همین سوره که ما و شما در بارش گفتیم، سوره آهن الحدید. من عیناً میخونم چون در آیتی از این پیش نیست به همین مانند بود، اما اینجا چون این آمده است در معنایش. باید من معنا رو میخونم. این بر آن خاطر است که تا بر آنچه که در دنیا از دستتان می رود اندوهگین مباشد و به آنچه به دستتان می آید شادمانی نکنید، یعنی فخر و تکبر نکنید. و الله هیچ متکبری خودستاینده را دوست ندارد. یعنی در آخرش همین گونه آمده است. در همه ترجمه های معنا یک گونه آمده است. و هیچ الله تعالی متکبری فخر فروش را دوست نمی دارد یا متکبری خودستاینده را دوست نمی دارد. از کبر کردن، از فخر، از افتخار کردن از چیزه و از ملت و باید که دوری جویم. و اکثریت همه شما خوبتر می دانید که فرق بین مؤمنان در ملتش نیست. مثلا روس بودن و عرب بودن و تاجیک بودن و یا دیگر زبان داشتن و نه، در این نه، بلکه در تقوایش. بهترین از ما و شما تقواداری ما و شما. این معنای یکی از حدیث‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم. و بیایید اکنون به قسمت خوبی برنامه ما آماده رسید. بیایید ببینیم که به پیش برآمد و کیها در جای اول هستند. جای سوم فاطمه گل، من شما را تبریک میکنم. و جای دوم نصیب عمر حبیب گردید و جای اول نصیب ابراهیم. من شما را صمیمانه تبریک میکنم. آنهایی که جاهای نمایان را امیر شاه میرزایف و واحد نیست به جاهای نمایان برآمدید، شما را نیست تبریک میکنم. و این قسمت اولی برنامه دانش و سنجش بود. من صمیمانه آنهایی که در برنامه ما اشتراک کردند و برد کردند تبریک میکنم. یک بار دیگر تماشا کنیم، چون به نهایت من دوست می‌دارم همین قسمت برنامه را، چون انتظار میشویم همه ما همین قسمت را. فاطمه گل جای 3 و عمر حبیب جای 2 و جای اول نصیب ابراهیم گردید. و همچنین امیر شاه میرزایف و واحد نیست در جایهای نمایان بودید. خیلی خوب. بیایید قسمت دیگر رو من این واسه آماده میکنم تماشابینان عزیز تا که توانیم در قسمت دیگری برنامه نیست ما و شما اشتراک کنیم. و حتما که زیر نوار تماشابینان عزیز لایک مانید تا که دیگران نیز توانند تماشا کنند، تا که دیگران نیز توانند در برنامه ما اشتراک کنند. و اگر توانید به دیگران فرستید نوارا تا که دیگران نیز
دانند که این گونه برنامه داریم و توانند در برنامه های ما اشتراک کنند. 518 06 08 518 06 08 نوشته کنید. و من میبینم که این واسه زیادتر نفران تماشا میکنند و اما کمتر لایک ماندند. الله نگهبانتان باشد. از لایک ماندنی شما کسی شما رو جنگ نمیکند. از این خاطر لایک مانید یا فرقش نمیتوانید دیسلایک هم مانید، فرق ندارد کدامش نباشد. شما که در پهن کردنی همین نوار همشریک میگردید، همشریک میشوید با ما. از این خاطر چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند آن که به سوی هدایت دعوت کند برای او مزد کسانی که از وی پیروی میکنند داده میشود. فراموش نکنید بدون آن که از کسی کم میشود آن همون مزد به شما نیز داده میشود اگر شما پهن کنید نوار را. الله نگهبانتان باشد. فراموش نکنید لایک مانید و پدیلیت کنید به دیگران که دیگران نیز توانند در برنامه ما اشتراک کنند. و من این واسه خب 518 06 08 518 06 08 به قبل مرحمت داخل شوید. خب من در چت نیز نوشته میکنم یا اینکه الکی نوشته کردند؟ بله نوشته کردند. خیلی خوب. 518 06 08 518 06 08 همون یک نفری شماره اش را با حرف نوشته کنید تا که بازی ما رو کسی نتواند ویران کند. از این خاطر مدیراتور بعضی نوشته شما رو دلیت میکند. خب خوش آمدید همان هایی که داخل شدند. خیلی خوب. و این قسمت نیست درباره سوره الحدید است و این قسمت نسبتا آسان تر است. تماشا بینان عزیز یکم آسان هم کردیم و یکی آخران سوال است که آن مربوط به سوره الحدید نیست اما درباره قرآن کریم است. و در برنامه ما غیر از قرآن کریم و غیر از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باقی چیزهایی که از اختلاف میگوید آن نیست انشاءالله. از این خاطر ما و شما چیز انشاءالله دانش به خودمون میآموزیم. شما دید 19 نفر شدید. باور کنید وقتی که زیاد میشوید تماشابینان عزیز من خیلی خرسند میشوم و این باعث خرسندی من است چون میخواهیم که باز هم برنامه تشبث کنیم تا که هر یکی ما و شما در آن توانیم اشتراک کنیم و بازی انشاءالله شوق‌آور هم میشود. از این خاطر مرحمت داخل شوید، مرحمت تقسیم کنید بین هم، مرحمت آبونه شوید حتما به شبکه چون از آبونه شدن شما نیز برای ما فایده میرسد. فکر نکنید که فایده مالی نه. اگر اهمیت داده باشد در سرشوی برنامه های ما الحمدلله رکلام نیست چون بعضا می شود. امروز خودی همین روز بود فرزندی من گفتم که پیشکی گفتم که تو هم میتوانی اشتراک کنی در برنامه. از این خاطر گفتم درباره سوره الحدید معلومات پیدا کن و وقتی که در یوتیوب جستجو میکرد سوره الحدید نوشته کرد به زبان روسی پیدا شد و وقتی که میماند پیش از آنکه آغاز شود در آن رکلامه های فحش هر چیزی که درست نیست آمیخته می شود. یعنی که حرام با حلال یا اینکه اگر درست تر بگویم حلال با حرام آمیخته می شود. اینقدر درست نیست. از این خاطر به آن خاطره که یکم ترک پول به دست می آوریم گفتم حرام را با حلال را با حرام آمیختن به فکرم درست نمی شود. از این خاطر
الان نگهبانتان باشد ما از آبونه شدن شما پول کار نمیکنیم. یعنی که آبونه شدن شما و برنامه های ما سببی پول کار کردن ایمانه. الحمدلله الله سبحانه و تعالی از طرف دیگر وقتی که انسان کار میکند ریسک و روزیش رو برایش میدهد. از این خاطر آبونه شوید و به دیگران تقسیم کنید تا که در گرفتن علم و دانش ما و شما کوشش ها کنیم. و بیایید قسمت دیگر رو آغاز میکنیم چون وقتمون خیلی و خیلی تنگ است، چون تا نماز مغرب وقتی خیلی کم باقی مانده است در ما. و من آغاز میکنم قسمت دیگر رو. 21 نفر در داخل برنامه ما، 23 نفر شدند. بسم الله. سوال اول: آنان که چی میکنند و مردم را به بخل وامی دارند، آنان که صدقه میدهند و مردم را به بخل وامی دارند، یا بخیلی میکنند و مردم را به بخل وامی دارند، یا تسبیح میگویند و یا صبر میکنند، کدامش درست است؟ آنان که چیکار میکنند و مردم را به بخل وامی دارند، از سوره الحدید آیه 24. جوابی درست علیکم آماده رسید ماشاءالله از نورعلی ابراهیموف. خیلی خوب. فاروق سام گفت ماشاءالله ماشاءالله. و 13 نفر نیز جوابی درست گفتند. بله، آنان که بخیلی میکنند و مردم را به بخل وامی دارند، از سوره الحدید آیه 24 آمده رسیده است. عیناً میخوانم. آنهای یعنی متکبران در نظر داشته شده است که در ادای زکات مالهای خود بخل می‌ورزند و در راه الله آنها را خرج نمی‌کنند و مردم را به بخل می‌فرمایند. و هر کی از طاعت الله روی می‌گرداند بجز خود کسی را ضرر نمی‌رساند. پس بداند که بیگمان الله از تمام خلقش بی‌نیاز و ستوده است، او راست تمام صفت‌های نکو. این از تفسیر سعدی بود. بله، آنها گفته متکبران در نظر داشته شده است، چون ما قبلا در سوال ها استفاده کردیم و آنها متکبرانی که بخیلی میکنند و مردم را به بخل وامی دارند، الله به آنها نیاز ندارد. و 13 نفر جواب درست گفتند. بیایید اکنون ببینیم که به پیش برآمد. منصور در جای اول، محمد، عمر، امید و فاطمه گل اونهایی که در جایهای اول قرار دارید. من شما رو تبریک میکنم. سوال 2: ما پیامبرانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم و به آنها کتاب و قلم نازل کردیم، کتاب و ثواب نازل کردیم، کتاب و ترازو نازل کردیم، کتاب و دفتر نازل کردیم. کدامش درست است؟ ما پیامبرانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم. چرا نازل کردیم؟ کدامش درست است؟ خب تماشابینان عزیز، من اینجا میبینم که نواری ما کم بشد. اوکی نیست و مهم شما ما رو میشنوید تماشابینان عزیز. و خب 5 نفر جوابی درست گفتند. بله، ما پیامبرانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم و به آنها کتاب و ترازو نازل کردیم. در داخل چت ما نیست جوابی درست از جانب عمر سهراب آمده رسید. بله، بیایید عیناً اکنون همون آیت را من میخوانم، چون که دیدم که بسیار نفران اشتباه کردند، خطا گفتند. آیت 25: همانا ما پیامبرانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آنها کتاب را به احکام و شریعت‌هایش و ترازو را نیز نازل کردیم تا مردم بین یکدیگر به عدالت عمل کنند و آهن را که در آن نیروی سخت و منفعت‌های دیگری برای مردم هست فرو فرستادیم تا الله بداند و ببیند در عالم واقع چی کسی نادیده او را و پیامبرانش را یاری میکند. البته الله توانا است
ناتوان کرده نمی شود. پیروزمند است، مغلوب کرده نمی شود. از تفسیر بغوی. و 5 نفر جواب درست گفتند و بیایید اکنون میبینیم که او به پیش برآمد. عمر در جای اول، امید جای دوم، منصور، ابراهیم و مصفیره آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارید. من شما را تبریک میکنم. خیلی خوب. و سوال 3: کدام از این پیغمبران در سوره حدید یادرس نشده است؟ اینش آسان است. نوح، یونس علیه السلام، عیسی علیه السلام و یا ابراهیم علیه السلام. کدام از این پیغمبران در سوره الحدید یادرس نشده است؟ جواب پای شما. و خب بله، فرخزند گفت علیشیر عظیمov جوابتان درست است. ماشاءالله. ماشاءالله. و 7 نفر نیز در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتند. خیلی خوب. من باز برگشتم، ببخشید بعضی سبب‌های تکنیکی بود. باکی نیست. و خب 7 نفر جوابی درست گفتید. خیلی خوب. و بیایید میبینیم که او به پیش برآمد. امید به جای اول، منصور، عمر، ابراهیم، محمد، آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارد. و ببینید که نام‌های وضع می شود و اشخاصی که نام‌های نو نیست پیدا می شود. خیلی خوب. و سوالی 4 میگذاریم. سوره حدید از چند آیت عبارت است؟ به نهایت آسان است. 31، 32، 114 و یا 29. کدامش درست است؟ سوره الحدید از چند آیت عبارت است؟ و خب جواب های درستی شما 30 ثانیه وقت داشتیم. نه، جوابتان درست نیست. علیشیر عظیم، پروین نور، جوابتان درست نیست. بله 29 آیت و اسیه جوابی درست گفتند در چت ما و 1 نفس نیست جوابی درست گفتند. و 6 نفر در داخل برنامه ما نیز جوابی درست گفتید. مبارک باشد. بله 29 آیت است همگی. و باید دوام میدیم. تماشا بینون عزیز لایک مونید. ببینید که شما خیلی زیاد هستید، اما من میبینم که بی‌پروایی دارید تا که زیادتر نفران ما رو تماشا کنند. حتما نوارات به دیگران نیز فرستید. الله شما راضی باشه و پاداش نیک برایتان عطا کند. کیا به پیش برآمد؟ بیایید میبینیم. منصور به جای اول، امید، ابراهیم، عمر، حبیب و محمد آنهایی که در جایهای نمایان هستند و 5 زینه عبدالحکیم نیز به بالا برآمدید. من شما را تبریک میکنم. خیلی خوب. سوال 5: در چند روز الله تعالی آسمان ها و زمین را آفرید؟ و ما معلوم نیست. نیمه از 1 روز، 6 روز، 1 ماه. در چند سوره آمده است؟ اما در سوره الحدید نیز یادرس شده است. در چند روز الله سبحانه و تعالی آسمان ها و زمین را آفرید؟ اینک جواب های درستی شما. اومده رسید. جواب درست از جانب فرخزند و علیشیر عظیم. ماشاءالله. خیلی خوب. مسلم جوابتان درست است. زیاویدین جوابتان درست است. حمزه علی بله درست. پروین نورف جوابتان درست است. مبارک باشد. 16 نفر دیگر نیز در برنامه ما جوابهای درست گفتند. بله 6 روز است. با تفصیل برمیگردیم بعد از سوال دیگر انشاءالله. خب منصور، امید، عمر، حبیب، محمد و ابراهیم آنهایی که در جاهای نمایان هستید و محمد جان نیز 3 زینه به بالا برآمدید. تبریک میکنم شما را. خیلی خوب. رقابتی خوب است. بیاید دوام میدهیم. بعدی که الله در 6 روز آفرید به کجا قرار گرفت؟ سوره الحدید آیت 4. به دل مردمان، به عرش، در همه مکانها به ما معلوم نیست. بعدی که الله سبحانه و تعالی آسمان ها و زمین را آفرید به کجا قرار گرفت یا مستوی شد؟ خب جواب درستی شما انشاءالله. میبینم که در چت همه تقریبا جواب های درست گفتن.
و 19 نفر جوابی درست گفتند در داخل برنامه ما، به جز یک نفر که دلی مردمان را انتخاب کردند. برمیگردیم به سوره تماشابینان عزیز و من گفتم تنها از داخل سوره الحدید جواب ها را میجویم و بیایید تفصیلش رو میخوانیم. هر کسی که به عرش گفته نوشته در چت من میبینم جواب هایتون درست است. الله نگهبانتون باشد. از علی شیر عظیم آغاز شد. فروخسان گفت، ابوبکر حلیم، حسیه، حمزلی، مسلم، پروین نورف مبارک باشد. بهترین. عیناً میخونم. اوست که آسمان ها و زمین را و آنچه میان آنهاست در 6 روز آفرید، سپس به عرش خود و بالای همه خلقش استوا یافت. یعنی این صفت لایق به جلال و عظمت او تعالی میکند و صفت های او به هیچ مخلوقاتش مانندی ندارد و بیان آن همین صفت در سوره اعراف آیه 54 نیز ذکر شده است و دوامش را شما میتوانید از استفاده ترجمه معنا البته گوش کنید. این از تفسیری تبری بود، اون چیزی که ما این لحظه گرفتیم. و بیایید 19 نفر رو تبریک میگویم و میبینیم که کیا به پیش برآمد. امید، منصور، عمر حبیب، محمد و عمر، آنهایی که در جایهای نمایان هستید. منصور پیهم به 6 سوالهای ما جوابی درست گفتند. مبارک باشد. سوال آخر 2 مراتب خالی زیاد میگیرید انشاءالله. کیست پیغمبری که الله با بیماری امتحان کرد وی را؟ از سوره صاد آمده است. سلیمان علیه السلام، یوسف علیه السلام، ایوب علیه السلام و یا یونس علیه السلام. این سوال به نهایت آسان بود. کیست پیغمبری که الله تعالی با بیماری وی را امتحان کرد؟ حسیه جوابتون درست است. علی شیر عظیم جوابتون درست است. حمزلی اسمتوف جوابتون درست است و در داخل برنامه ما بیاید جوابهای درست را میبینیم. 16 نفر جوابی درست گفتید. ماشاءالله. خیلی خوب. تبریک میکنم شما رو و همگی 3 نفر جوابشان خطا بود. شاید سراسیمه شدند و رنگی نادرست را انتخاب کردند. اما همه آنهایی که در داخل برنامه ما هستند و 50 نفری که تماشا میکنند شاید همه آنها جوابهایشان درست است. یک نموده است برای ایوب علیه السلام. و اگر خواهید بیت شرح این در سوره صاد گفتیم آیه 41 و ترجمه معنای آن همین سوره نیز هم در یوتیوب کانال ما هست و همچنین در شبکه تلگرامی نیز هست و دلیل به این که ایوب علیه السلام با بیماری سخت امتحان شده بود در همین چند آیت ها است. از آیت 41 سر می شود تا آیت تقریبا 43 است. در سوره صاد آیت 41 آمده است و ای رسول از بنده ما ایوب یاد کن آنگاه که پروردگارش ندا داد که هر آینه پروردگارش را ندا داد که هر آینه مرا شیطان بر رنج و عذاب افکنده است. پس به او گفتم آیت را در زمین بکوب، این آب است برای شفا تا به آن شستشوی کنی و سرد است برای نوشیدن. این از تفسیر ابن کثیر آمده است. ایوب علیه السلام شستشوی کرد و نوشید در حال از تمام دردهای ظاهری و باطنی شفا یافت. و این بود کوتاه درباره ایوب علیه السلام نیز از استفاده ترجمه معنای قرآن کریم. و من صمیمانه تبریک میکنم همه شما را، آنهایی که در برنامه ما اشتراک کردند و جاهای نمایان را اشغال کردند. قسمتی 2 و جای 3 نصیب عمر حبیب من شما را تبریک میکنم و جای 2 سزاوار منصور و جای اول نصیب امید مبارک باشد. و محمد و عمر نیز در جایهای نمایان شما قرار داشتید. من شما را صمیمانه تبریک میکنم و یک بار دیگر باز تبریک میکنیم همانهایی که برد کردن و بعد از آن خاتمه میبخشیم انشاءالله. عمر حبیب جای 3، جای 2 نصیب منصور و جای 1 نصیب امید گردید و همچنین در جاهای نمایان
محمد و عمر نیز قرار داشتید. من شما را صمیمانه تبریک میکنم تماشاگران عزیز و واقعا رقابت خوب بود. تشکر زیاد میگم به همان هایی که این لحظه ها توانستید ما رو همراهی کنید و توانستید در برنامه ما اشتراک کنید. وقتی فرجام برنامه ما رسید و یک بار دیگر یادرس میشوم، هر کسی از شما اگر خواسته باشید میتوانید سرپرستی برنامه های ما رو همون جایی که در پایان یوتیوب نوشته شده است اسپانسر و یا اینکه اسپانسر نوشته شده است آن رو انتخاب کنید و اگر خواسته باشید میتوانید اونجا چند زینه ها دارد، زینه هایش رو انتخاب کنید و اشتراکچی شبکه یوتیوبی قرآن دستورالعمل انسان گردید. ولی اما ما کوشش میکنیم که انا همون رکلام ها رو از بهرش برایم و وقتی که رکلام ترغیب در نوارهای ما نمی شود، نوارهای ما پهن شدنش مشکل می شود، چون یوتیوب به آنهای کمک میکند که انا همون مانیتیزاتش گران باشد، اما آنهایی که مانیتیزاتش خاموش باشد شاید تماشابینش نسبتا کمتر می شود. اما این برای ما آنقدر مهم نیست. مهمش این که ما و شما و هر آن نفری که هر آن حتی ذره باشد هم اگر شما همین شما آنهایی که اشتراک میکنند کمک کنید و به دیگران روان کنید و تا که دیگران نیز توانند تماشا کنند. الله نیاز ندارد به علم ما، به دانش ما، به نماز ما، به اون چیزی که ما میکنیم نیاز ندارد، به صدقه ما. الله سبحانه و تعالی نیاز ندارد، اما ما نیاز داریم. و در پهن کردن علم و دانش نیست الله نیاز ندارد، به نیاز است، اما ما و شما نیاز داریم. ما امید داریم که الله سبحانه و تعالی شاید به وسیله انا همین کاری که ما و شما کمترینی که میکنیم امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی اجر زیاد برای ما عطا کند یا از آن گناه هایی که ما داریم از آن کم شود. از این خاطر تماشابینان عزیز، الله پاداش نیکتان عطا کند با ما باشید و اشتراکی شبکه یوتیوبی قرآن دستورالعمل انسان باشید و این از یک ذره کمک شما برای ما می شود انشاءالله اگر خواسته باشید. و با شما خیر و خوش میکنم تا با خوری های دیگر خودتان را، اطرافیانتان را، اهل پیوندانتان را احتیاط کنید و الله نگهبان باشد از بیماری ها، الله نگهبان باشد از نابراری ها هر یک شما را و هر چی نیک است برای ما و شما آن را برای ما نصیب بگرداند تا با خوری های آینده خون آباد و سربلند باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکترین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. تاریخ سوره طارق. آنچه در شب آید در مکه نازل شده است و از 17 آیت عبارت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. به نام
الله بخشاینده مهربان. والسماء والطارق. الله سوگند یاد می کند به آسمان و ستاره که شبانگاه پیدا می شود. و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. و تو چی دانی که ستاره که در شب پیدا می شود چی هست؟ ستاره درخشانی هست که تاریکی شب را می شکافد. این کل نفس لما علیها حافظ. کسی وجود ندارد مگر که بر او فرشته وکیل کرده شده است برای نوشتن عملهای او. فلینظر الانسان مما خلق. پس آدمی که روزی از نو زنده گردانیدن بعد از میرانیدن را انکار می کند بنگرد که از چی چیز آفریده شده است. خلق من ماء دافق. از آب منی جهنده ناچیز آفریده شده است. یخرج من بین الصلب والترائب. که از میان استخوان پشت مرد و استخوان سینه زن بیرون می آید. انه علی رجعه لقادر. بیگمان الله به باز آفرینیش او تواناست. یوم تبلی السرائر. روزی که رازهای نهان آشکار می شوند و عمل صالح از عمل فاسد جدا می گردد. فما له من قوة ولا ناصر. آنگاه او را توانایی و یاوری نباشد. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. سوگند به آسمان باز بارنده، سوگند به زمینی که در آن شکافی ها هست، از آنها گیاه ها می رویند. اینه لقول فصل. بیگمان قرآن سخنی روشن و جدا کننده حق از باطل است. و ما هو بالهزل. و آن هزل نیست. اینهم یکیدون کیدا و اکید کیدا. بیگمان آنانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را باور نمی کنند حیله می اندیشند تا قرآن و رسول را دروغ برآورند و باطل خود را تایید نمایند. و من نیز چاره می اندیشم تا حق را نصرت دهم اگرچه کافران را ناپسند آید. فمهل الكافرین امهلهم رویدا. پس کافران را مهلت ده، اندک مهلتشان ده و در فرود آمدن عذاب به آنها شتاب مکن. شما ترجمه معنای سوره طارق را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 17 آیت عبارت است. از قرآن کریم و ترجمه معنا در روش میسر گرفته شده است. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم.